چرا با اینکه آینا رو میپوشونم ولی احساس میکنم که حضور دارن. باشه انجامش میدم. آقای همتی 6 نفر از اعضای کادر فنی ما مردن. مگه قرار نبود ایمن به محتاجانه گوش رو بررسی کنید؟ بله، ولی هیچکی نمیدونست که قراره با یه ویدئوی نفرین شده سری کله بزنیم. فیلم نفرین شده بود، کاری ازم بر نمی اومد. یعنی چی که ویدیو نفرین شده بود؟ شما مگه توی این زمینه تجربه نداشتین؟ مگه قبلا سر این مسئله کوشش به خسارت ندادین؟ لعنتی ها، متوجه حرف من نمیشید؟ این ویدئو کلا یه چیز متفاوت بود که تا بهش بر نخورده بودیم. حافظه گوشی دیکزاد بعد آزاد شدن نفرین خالی شد. چی؟ حافظه گوشی خالی شده؟ بله، منم چون به نگاه نکردم تونستم در برم. از قرار معلوم خود شیشه گوشی یه آینه سیاهه و مثل یک دروازه عمل میکنه. آینه سیاه؟ یعنی میخوای بگی تمام این مدت آینه وجود داشته که پوشونده نشده؟ آره، همه ما تحت تاثیر قرینه هاییم. هیچ کی تو ساعت شب جلوی صفحه گوشیشو نپوشونده، اونم گوشی که آینش یا حداقل دوربینم کار میکنه. اینجا دیگه کجاست؟ سر از کجا در آوردم؟ سرم برم کرده. نه لعنتی، چی کار کردی؟ منو کجا آوردی؟ اومدم طبقه بالا؟ چی باعث شد که بخوای بری اینجا؟ فکر کردی من گول تو رو میخورم؟ تو دوربینم مشخصه که تو یه قرینه ای. باید از اینجا فرار کنم، باید از اینجا در برم. چرا دست کسی که نجات داده فرار میکنی؟ تو منو نجات دادی؟ تو بهم حمله کردی، تو میخواستی که منو بکشی. شب جنون در روی هم اتفاق هیچی از حرفات نمیفهمم. تو مردی، تو نمیتونی برسان باشی. وقتی که مرد ولی به لطف داداشم که مناسی قرارداد بست دوباره به زندگی برگشتم. ولی تو که بدنی نداری، بدنت کاربرد شکافته شده است. مشکل منم همینه، من الان تو بدن یه قرینم. بدن قرینه؟ صبحا خودمه، شبام قرینم. اصلا چطور ممکنه؟ قرینا مگه تو روز بیرون میان؟ جایی که تو اومدی توسط جبرائیل علامت گذاری شده. اون داداش منو گول زد و ازش خواست یه بردی رو بخونه و اون برد یک پیوند بین دنیا ما و دنیا تاریکی ایجاد کرد. یعنی میخوای بگی که چیز عادیه که قرینا توی روز میان بیرون؟ قرینه که تو روز دیدی یک فرندی بود که بعد باز شدن دروازه وارد دنیا ما شد. حتی این بدنی که من دارم برای قرینه قدرتمنده. اصیل بابا میتونه همچین کاری بکنه؟
الان واقعا مسیح آدم خوبیه؟ پس مثل این که تو هنوز مسیح رو نشنید. اون جبرئیل دو تا از قرینه آلفا. قرینه آلفا؟ با هم بیا ازت یه خواهشی دارم. چی؟ از من چی میخوای؟ درسته که داداشم منو به زندگی برگردونه، چی؟ با اینکه من خیلی ناقصم، ولی بعد از اینکه با مسیح قرارداد بست داره روح خودش رو نابود میکنه. خب لپ مطلب اون که داره خودشو میکشه. باید یه جوری جلوشو بگیره. هنوز هیچ سلاحی علیه قرینه ها ساخته نشده. تازه قرینه های آلفا قابلیت تسخیر انسان و تغییر شکل هم دارن. از کجا میدونیم که اونی که داریم میکشیم خود جبرئیل یا مسیحه؟ با این روند اگر پیش بره روحش ذره ذره خورده میشه، اونم برای اینکه منو به زندگی برگردونه. تو هیچ راهی به ذهنت میرسه که جلوی این اتفاقو بگیریم؟ باید آرادو بفروشیم. چی؟ این پیشنهاد توه؟ حال حاضر هم مسیح هم جبرئیل نمیذارن ما هم دیگر بکشیم. هر کدومشون از ما بر علیه اون یکی استفاده میکنن. بکشی حداقل تیر روشون ایجاد میکنه. این صدای کی بود؟ به نظر میاد که جبرئیل فهمیده ما اینجا. اون با من کار داره، پس تو همینطور به این جبرئیل؟ زندن یه چیز دیگه. اگر تو آرادو نکشی همیشه از این مدلش بدم میومد. چه چیزی رو از من پنهان میکنی؟